در حجره ختنه شعبه جراحی بیمارخانه شهری شهر بوستون عملیات جراحی رفته شده است. پسرچه 5 روزه را ختنه میکنند. هرچند حجره ختنه در بیمارخانه الوهیده است، اما تا جای برای گذراندن جراحی موافق نیست. حجره بسیار خرد بوده. جراحی کودک با اسباب‌های منگرده از سبیل نبودن شرایط مولوی گذرانده شده است. این عملیات دهمین ختنه‌کنی در سال 2020 به حساب می رود. در دوام یک ماه سال جاری در شعبه جراحی بیمارخانه شهری شهر بوستون 10 عملیات جراحی ختنه برای نوزادان گذرانده شد. این در حالی است که چند سال قبل وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دستورالعملی را برای ختنه نوزادان تا 20 روزه را برآورده بود. موافق اجرایش این دستورالعمل همه پسر بچگان تا سن 20 روزه باید رایگان ختنه شوند. ختنه‌کنی این یکی از نمودهای جراحی همین کودکان نوزاد با راهبماندگی این به گفتی و یکی پریویت کردن نکن. برای چی؟ برای اینکه بعضی بیماری هایی که هست دوری همین کودکی که وای به آورده میرساند گیدرونفروز میگوید، بیماری های وای راههای پیشاب میگوید که زیاد بودن همین های استاتیستیک کرده گذرانده ایستاده بعد قرار قبول کرده قرار همین اومده بعد محاورستگی دستور عمل داده که ما به همین کار ضرورت کردن در کار که همین بیماری هایی که هست ما پیش گیریم. این یکی از نمودی پیشگیری بیماری های راههای پیشاب می باشد که همین وی دوری کودکی تا نوزادی و همین ختنه‌کنی گذرانده شد. اساسش همین. نشاندادهای آماری ثابت می‌سازد که سال 2019 هم زیاده از 320 نفر پسرچه در شعبه تولدی همین بیمارخانه به دنیا آمده است، لیکن همگی 60 نفرشان ختنه شدند، یعنی 18% همه تولد شدگان را تشکیل می‌دهد که این نشانداد نگرانی کننده است. در عموم سال 2019 هم ختنه پسر بچگان در بیمارخانه شهری شهر بوستون 111 حالت به قید گرفته شد که نسبت همین دوره سال 2018 هم بیش از 70 عملیات ختنه کم میباشد. سبب کم شدن عملیات ختنه در چیست؟ کارهای فهماندهی کم است یا والدین نمیخواهد؟ از متخصصان پرسان شدیم. اگر هم سال گذشتگی گیریم اگر از همین و ختنه گذراندگی ما 111 تا باشد، اگر من اینجا به 60 تا 20 روزه قریب گوییم که این 60% این چیها تو من این سینی دوری و نوزادی به گذرانده شده. پیش از برآمدن دستورالعمل در همین گوییم که 14 سالش هم میامد ما ختنه کر میدادیم. چه مشکلی ها که ما ختنه کر میدادیم. کودک بسیار اذیت میکشد. چی میکشد؟ این من این دوره نوزادی که میشود تماما وای آرزو نیست، همش وای نقض میشه. وضعیت عملیات خانه نه چندان نگرانی کننده است، لیکن شعبه به تعمیر کلی نیاز دارد. راهروها خنک بوده به تفاوت استانداردی جوابگو نیست. برعکس این حالت را در شعبه تولدخانه بیمارخانه دیدن ممکن بود. در این شعبه عین حال نوبت از فصل سرما تعمیر جاری رفته است. سال 2019 تولد بیش از 65 نفر کودک به قید گرفته شده، فقط مادر و کودک نبود، اما تا جای کارهای فهماندهی برای والدین کودکان نوزاد عاید ختنه تا سن 20 روزه کم به راه مانده شده است. ختنه گذرانده شده ایستاده است. ما صحبت ها میگذاریم کارهای فهماندهی به خویشاوندان، به مادرش، به پدری نوزاد که ختنه این حتمی است که وابسته به ختنه قرار است که باید ختنه گذرانده شود. عین حال از سبب باد و هوا که سرد است بسیاری والدینان از عملیات ختنه دست میکشند و با طریق زبان خط با ما خطی می نویسند که ما رد کردیم ختنه. در بیمارخانه شهری شهر بوستون 59 نفر دختران در 15 شعبه فعالیت میبرند. بیمارخانه دارای 275 کتی خواب بوده. سال گذشته 5562 نفر بیماران بستری شدند. موضوع گذراندن عملیات ختنه برای کودکان تا 20 روزه بهبودی را میخواهد و میباید کارمندان طب و مقامات دخلدار سر این مسئله چاره‌جویی نمایند. فاروق عثمانوف، برهان نعمتوف، نوید، شهر بوستون.